یکی از دلایلی که سیب زمینی تنوری رو با مواد متنوع درست میکنن اینه که هم سالمه هم خوشمزه. حالا اگه پروتئین و سبزیجات هم همراهش باشه دیگه میشه یه غذای کامل. برای همین روی سیب زمینی ها رو با چنگال چند تا سوراخ ایجاد کردم، بعد توی فویل پیچیدم و گذاشتم تو فرن 180 درجه به مدت 40 دقیقه تا بپزه. بعد هم سینه مرغ و نواری برش دادم، با ادویه ها مزه‌دار کردم و با حرارت زیاد دو طرفش رو تفت دادم تا آب نندازه و کامل بپزه. حالا سیب زمینیایی که از فر در اومده رو از وسط نصف کردم، توشون رو خالی کردم. بعدم یکم شیر و خامه و پنیر و موزارلا رو با هم دیگه مخلوط کردم. سینه مرغ رو به این مواد آغشته کردم که وقتی توی فر میذارم خشک نشه. توی ظرف مخصوص فر سیب زمینی ها رو چیدم، توشون رو با یکم پنیر، یکم سس شیر و توی سیب زمینی ها رو که با کره و نمک و فلفل مزه‌دار کرده بودم یکم پر کردم و توی هر کدوم چند تیکه مرغ با بروکلی نیم پز شده چیدم، یکم دیگه پنیر و سس شیر ریختم و گذاشتم تو فر 180 درجه تا روی اون طلایی بشه. نوش جان.